سلام دوستان، وقتتون بخیر. امروز در خدمتتونیم با آخرین قسمت از سری 0 تا 100 کنکور فنی حرفه‌ای. پس بدون معطلی بریم که این ویدیو رو داشته باشیم. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. خب ما توی 3 قسمت قبلی اومدیم گفتیم که ما اصلا از کجا باید شروع بکنیم، چجوری برنامه‌ریزی کنیم. بعد اومدیم منابع تست رو معرفی کردیم، اینکه چجوری باید تست بزنیم، چند تا باید تست بزنیم و موارد مربوط به اینا. و توی قسمت قبلی هم اومدیم گفتیم که کدوم دانشگاه رو باید انتخاب کنیم، چه گرایشی باید انتخاب کنیم و حالا یه سری موارد مربوط به اونا. خب اما توی این قسمت قرار راجع به چی صحبت بکنیم؟ این قسمت در خصوص انتخاب رشته میخوایم با هم صحبت بکنیم. من دوباره همون PDF راهنمای ثبت نامو میارم. یه سری موارد هست من اینجا خدمتتون توضیح بدم و ببینیم که چجوری باید ما انتخاب رشته بکنیم. خب قبل از همه اینا من یه موردی رو بگم. یه تفاوتی که کنکور کاردانی، در واقع کنکور فنی حرفه‌ای با کنکور سراسری داره اینه که سراسری ها اول ثبت نام میکنن، بعد از اینکه نتیجهشون اومد، یعنی مثلا ترازشون اومد، رتبهشون اومد، اینا اومد، اون موقع انتخاب رشته میکنن برای دانشگاه‌های مختلف با توجه به اون رتبه‌ای که براشون اومده. اما توی کنکور فنی حرفه‌ای به چه صورت هستش؟ ما همون موقع ثبت نام باید انتخاب رشته‌مون هم بکنیم. یعنی همزمان که ثبت نام میکنیم 50 تا انتخاب برای ما باز میشه که اون 50 تا انتخاب رو بعد دانشگاهی که میخوایم و اونجا وارد بکنیم. بعد که نتیجه میاد مشخص میشه که کدوم یکی از اون 50 تا رو ما قبول شدیم. خب پس این اولین تفاوتی که با کنکور سراسری هستش. خب نحوه این کار این 50 تا انتخاب به چه صورته؟ ما 50 تا انتخابمون رو به ترتیب اولویتی که داریم وارد میکنیم. حالا جلوتر بهش میرسیم که چجوری باید اونا رو ثبت کنیم. بعد موقعی که نتایج میاد به این صورته که میاد خط به خط این اولویت‌های ما رو بررسی میکنه، از اولویت 1 ما تا 50 ما. هر خطی که رتبه قبولی ما به اون خورد همونجا دیگه اون متوقف میشه. یعنی در واقع اون ردیف برای ما روشن میشه که مشخص میشه که اونجا قبول شدیم. یعنی شما ممکنه تو اولویت اولتون قبول بشین یا مثلا تو اولویت دهمتون قبول بشین. به این صورتی که میاد اول اولویت 1 رو چک میکنه، بعد میره سراغ 2 رو چک میکنه، میبینه آیا شما حد نصاب رتبه رو برای اینجا آوردین یا نه. اگه آورده بودین همونجا روشن میشه که اینجا دیگه قبول شدین، دیگه بقیه رو کاری نداره. اگه نبود میره سراغ بعدی، یعنی میره سراغ سومی، میره سراغ چهارمی، همینجوری تا پنجمی. خب یکی ممکنه تو همون اولویت اولش قبول شه، یکی ممکنه تو اولویت پنجمش قبول شه، یکی ممکنه حالا عدد اولویت مختلف اینجا قبول شه. فقط نکته مهمش اینه که هر کدوم که قبول شدین دیگه نمیتونین بعد از اونو انتخاب کنین. یعنی ممکنه شما مثلا اولویت 5 قبول بشین، اولویت 6 هم قبول شدین، اولویت 7 هم قبول شدین، ولی 5 اولین اولویتی که شما قبول شدین، پس دیگه اون بعدیا در واقع جورایی میسوزه. خب پس باید اینو توجه داشته باشین که به چه صورت اولویت بندی میکنین. خب ما چند تا بحث داریم اینجا، یه بحث روزانه، یه بحث شبانه. خب خیلی ممکنه به گوشتون بخوره که مثلا میگن ما روزانه قبول شدیم یا شبانه قبول شدیم، چه جوریه؟ فرق روزانه با شبانه که حالا تو دفترچه شما ببینید روزانه نوشته تو این ستون، بعد نوبت دوم منظور همون شبانه است. روزانه ها در واقع پولی به دانشگاه پرداخت نمی‌کنن برای حالا هر ترمشون، ولی شبانه ها یه مبلغی رو باید پرداخت بکنن به دانشگاه. پس تفاوت روزانه و شبانه اینه. این اولین نکته. بحث بعدی اینه که ما 2 تا ورودی داریم، یه ورودی مهر داریم، یه ورودی بهمن داریم. یعنی یه دانشگاه
هم میتونه توی یه گرایش ورودی مهر بگیره، هم ورودی بهمن بگیره. تفاوت اینا چیه؟ کسایی که ورودی مهر قبول میشن در واقع ترم تحصیلیشون از مهر شروع میشه. کسایی که ورودی بهمن قبول میشن ترم تحصیلیشون از بهمن شروع میشه. حالا من اینجا بهتون نشون بدم. اینجا نگاه کنید، توی این حالا در واقع چی بهش میگن، سربرگ این جدوله، اینجا که دوره تحصیلی رو نوشته، حالا یا روزانه داریم یا شبانه، غیر انتفاعی هم که مشخص. بعد نوشته ظرفیت پذیرش نیم سال. یه نیم سال اول داریم، یه نیم سال دوم. نیم سال اول همون در واقع ورودی مهره، نیم سال دوم همون ورودی بهمنه. خب بریم با هم توی یه دونه گرایش اینو بررسی کنیم. مثلا اینجا گرایش نرم افزار، من بیام برای شهر تهران رو با هم ببینیم. خب الان نگاه بکنید، اینجا نوشته روزانه، تا اینجا روزانه است، اینجا هم تا اینجا دوباره شبانه است. بعد بیایم اینجا رو نگاه کنیم، این ستون نیم سال اول بود، این ستون نیم سال دوم بود. الان نگاه بکنید، برای مثلا شمسی پور نیم سال اول 20 نفر میگیره، یعنی ورودی مهرش 20 نفره. نیم سال دوم یعنی هم ورودی بهمنش هم 20 تا میگیره. خب حالا برای ولی است که حالا دختر نمیشه، نیم سال اولی 24 نفر، نیم سال دوم هم 24 نفر. به همین صورت تا آخر. یعنی روزانه در واقع ما 2 تا انتخاب داریم، هم میتونیم ورودی مهر رو بزنیم، هم ورودی بهمن رو بزنیم. توی شبانه هم 2 تا انتخاب داریم، هم میتونیم ورودی مهر رو بزنیم، هم ورودی بهمن. فقط بعد از تو این جدول مطمئن بشیم که اون دانشگاه ما این ورودی ها رو داره یا نداره. یعنی دقیقاً همین کاری که الان داریم انجام میدیم. این برای گرایش نرم افزاره. شما یه گرایش دیگه هم میخواین، بعد بیان تو این جدول پیداش بکنین، همینا رو براش بررسی بکنین. ممکنه یه گرایش صرفاً ورودی مهر داشته باشه، یا توی گرایش صرفاً ورودی بهمن باشه، یا مثلا توی گرایش صرفاً روزانه اون دانشگاهی که شما میخواین داره، مثلا شبانه نداره. اینا رو بعد خودتون از این دفترچه پیدا بکنین. خب پس این تا اینجا فرق روزانه و شبانه و اینکه نیم سال اول و دوم چیه رو ما با هم بررسی کردیم. خب ما توی اون 50 تا انتخابی که داریم به چه صورت باید عمل بکنیم؟ اینجا ببینید اولویت دست خودتونه، یعنی اینکه اولویت شما چیه. بذارید براتون چند تا مثال بزنم. یکی میگه من اولویتم اینه که تو هر گرایشی قبول شدم مهم نیست، فقط میخوام روزانه قبول شم، یعنی شهریه ندم. خب یکی این اولویتشه. خب یکی میگه نه، برای من فرقی نداره چه روزانه چه شبانه باشه، برام فرقی نداره، صرفا میخوام ورودی مهر قبول بشم. یکی میگه نه، من میخوام صرفا ورودی بهمن قبول بشم. هر کی بسته به اون شرایط زندگی که داره یه سری اولویت بندی‌ها رو برای خودش مشخص میکنه. پس شما باید ببینید که خودتون چی میخواید. یعنی یکی میگه من نمیخوام شهریه بدم، یکی میگه من برام فرقی نداره، ورودیش برام مهمه که مهر باشه بهمن باشه. به این صورت. خب ما بریم اینجا با هم یه نمونه از اینکه انتخاب رشته شده رو ببینیم. من رو اون یه سری توضیحات دیگه هم بدم. خب الان نگاه بکنید، اینجا از این سطر اول که اولین انتخابه، حالا میره تا پایین، ما با هم بررسی کنیم ببینیم چه جوری بوده. ما اینجا یه سری کد داریم، مثلا 2156 2157. اینجا این کدا نشون دهنده همین اینه. یعنی شما موقعی که میخواد توی اون قسمت ثبت نام وارد کنید، یه کد ازتون میخواد که مثلا این کد رو میزنید، مثلا 1922 1923. این به ترتیب مثلا نیم سال اولشه، بعد نیم سال دومشه. خب این چه جوری بوده انتخاب رشتهش؟ اول نرم افزار بوده، بعد آیتی بوده، بعد شبکه بوده. به این ترتیب که نیم سال اول روزانه، نیم سال دوم روزانه، بعد نیم سال اول روزانه آیتی، نیم سال دوم روزانه آیتی، بعد شبکه کلن یه نیم سال داشته. یا بذارید ببینم مثلا تو شبکه هم الان همینجا با هم بریم ببینیم. فکر میکنم که باید کلن یه دونه باشه.
حالا این ببینیم با هم. این شبکه، حالا من بیام بالا تهرانشو پیدا کنم. تهران رو نگاه کنید. الان این شبکه شمسیپور فقط نیم سال اول میگیره، یعنی ورودی بهمن نداره. بعد نوبت دومش یعنی همون شبانش دوباره فقط نیم سال اول میگیره. این که گفتم بعضی اوقات میبینید توی گرایش فقط یه نیم سال هست یا فقط روزانه هست یا فقط شبانه هست، به این صورته. الان اینجا به این صورت بوده که شبکه روزانه کلا یه نیم سال بوده اول زده، بعد رفته سراغ شبانه هاش. شبانه نیم سال اول، شبانه نیم سال دوم، دوباره شبانه نیم سال اول برای آیتی، شبانه نیم سال دوم، دوباره اینجا شبانه کلا یه نیم سال داشته که شبکه بوده زده. بعد رفته سراغ انقلاب اسلامی، بعد رفته حالا مثلا دانشگاه دیگر رو زده، مثلا کرج رو زده، یا بیان پایین تر مثلا غیر انتفاعی زده و غیره. حالا من چند تا دیگه توضیح اینجا بدم. یکی میاد مثلا میگه که اولویت من گرایش محوره. یعنی چی؟ یعنی من هر جوری شده میخوام تو نرم افزار قبول شم، حالا چه روزانه باشه چه شبانه، صرفا میخوام تو گرایش نرم افزار قبول شم. پس میاد اول نرم افزارا رو میزنه، یعنی نرم افزار روزانه نیم سال اول دوم، بعد نرم افزار شبانه نیم سال اول دوم. بعد که این نشد مثلا میگه بعدش آیتی رو دوست دارم، بعد میره سراغ آیتی روزانه نیم سال اول دوم، شبانه نیم سال اول دوم، بعد میره سراغ شبکه. خب یکی دانشگاه محوره، میگه من اول هر جوری شده مثلا میخوام شمسیپور قبول شم، یا مثلا هر جوری شده اول میخوام انقلاب اسلامی قبول شم. پس اینم مثلا به اون ترتیب میذاره که اول مثلا کدوم دانشگاه باشه، بعد بره سراغ یه دانشگاه دیگه. یا همونجوری که تو صحبت قبلی گفتم، یکی مثلا میگه من نمیخوام شهریه بدم، یکی میگه میخوام شهریه بدم. میگم این خیلی بستگی به اون فردی داره که میخواد انتخاب رشته کنه و اون سبک زندگیش، این که چی میخواد، اولویتاش چیه. فقط یه نکته‌ای که هست، شما یادتون باشه که ما غیر انتفاعی هم اینجا داریم، اگه خواستین میتونین اونم وارد کنین. یعنی بعد از این که روزانه نوبت دوم رو وارد کردین همه رو، اون گرایشایی که میخواستین و چند تا دانشگاه غیر انتفاعی هم برای اطمینان وارد کنین که اگه هیچ کدوم از اونا قبول نشدین، حداقل اون غیر انتفاعی رو بتونین قبول بشین. خب دیگه بحثی نمیمونه که من اینجا بگم، فقط این که برای این انتخاب رشته شما زیاد وقت بذارین، یعنی اولویت بندی کنین، اگه لازمه چند جا مشاوره بگیرین که چی کار باید بکنین، چجوری باید اولویتاتون رو تنظیم کنین. شاید اون اولویتی که شما تو ذهنتون تنظیم کردین مناسب نباشه براتون. اینو میتونین از یه فرد آگاه بپرسین که آقا مثلا این اولویت بندی که کردم درسته یا درست نیست. اون راهنمایی میکنه، مثلا میگه اینجا اینجوری قرار بدی بهتره یا اول اینو قرار بدی بهتره. پس روی این بحث انتخاب رشته‌تون حساسیت زیادی داشته باشین و راحت از کنارش نگذرین. خب این ویدیو اینجا به در واقع به پایان میرسه. اگه سوالی داشتین یا بحثی بود که من توضیح نداده بودم بهم بگین که براش ویدیو بگیرم. خیلی ممنونم اینکه توجه کردین و خدا نگهدار.